سلام خدمت همکاران و دوستای گرامی. امروز در مورد کدهای بالانسی لباسشویی دوم میخوام توضیح بدم. امیدوارم که این فیلم به درتون بخوره. که معمولا این ایرادا زمانی پیش میاد که شما لباسشویی رو تایم 11 دقیقه، 22 دقیقه، 33 دقیقه لباسشویی مدام کار میکنه ولی تو مرحله خشک‌کن نمیره. که خیلی جا ما دیدیم برد عوض کردن یا برد دستکاری کردن، خیلی مشکلات بوده. گفتم حالا این فیلم رو بذارم، امیدوارم که به دردتون بخوره. که برای کد نابالانسی دادنش دستگاه رو ابتدا روشن می‌کنیم، کلید تمپ رو نگه می‌داریم، کلید اسپین رو میدید و هر خشک‌کن چند مرحله خودش داره که شما طبق با گزینه تایم دیلی مرحله‌ها رو جابجا می‌کنید و با آپشن و تایم سیو اعداد رو بالا پایین می‌کنید. مثل الان خشک‌کن یک مرحله 600، مرحله 2 1300، مرحله 3 1600، دوباره مرحله 4 یه عدد دیگه، دوباره 5 یه عدد دیگه، دوباره برمیگرده و با گزینه آپشن نگاه میشه 610 620 طبق جدول با اون عدد تنظیم کنید که با تایم سیو میره پایین میاره همون 600. حالا میخوام بریم خشک‌کن دو اسپین رو میزنیم مرحله خشک‌کن رو دوباره با تایم دیلی مرحله های خشک‌کن دو 4 مرحله رو پیش بکنم. یه مرحله، دو مرحله، سه مرحله است که با گزینه آپشن و تایم سیو میتونیم بالا پایین کنیم سه مرحله رو و اعداد رو تنظیم کنیم. میریم خشک‌کن 3 دوباره. میریم با 3 دوباره با هم تایم دیلی بعد هر خشک‌کن هولوشو گفتم 3 تا 4 بر قسمت میشه. این خشک‌کن 3 دوباره با تایم دیلی نگاه اعداد رو می‌بینیم، میتونیم با آپشن و تایم سیو جابجا کنیم، بره بالا بیاد پایین. دوباره میریم خشک‌کن مرحله 4 دوباره همین، باز از دوره همین با اعداد جابجا طبق جدول همین. دوباره خشک‌کن مرحله 5، خشک‌کن مرحله 6، خشک‌کن مرحله 7، خشک‌کن مرحله 8. دوباره نگاه کنید هر خشک‌کن چند قسمت خودش مرحله داره تا دوره میادید. در آخر که میخواد ذخیره بشه شما دکمه استارت رو که بزنید برنامه‌ها ذخیره میشه و میتونید دستگاه رو روشن و راه‌اندازی کنید و 90% و به احتمال زیاد ایرادتون برطرف بشه. امیدوارم این ویدیو به دردتون بخوره و مورد استفاده قرار بگیره.